جنابا و کجا جنابا و باسه برادر جناب خوجه خضر جان آقا خوجه خضر حیات و نبی صاحب است خو خوجه لیاس است خو خواجه لیاس خوجه امیجه خوجه خضر صاحب حیات و نبی بله بله خدا میدبان است که شما بارزو برسید پریشانی شما خلاص شوه بخیر دلته ستاسو کلگی چند سالی میشه شما که هستید؟ ما صاحب خورد بچه کلان شدیم از اینجا خودش مرا اینجا آورده خدمت و پاکاری هر چیز شما میکنید؟ کلش ما میکنیم خاکرو پدرش منصب شاهی داره ما عسکری کردیم با ما کل گپ معلوم رفتیم جهان نگشتیم دیدیم یافتیم امیر ما قلندر است ملا عمر آقا جان است پیر ما از کنرای افغانستان است فقط شما خلیفه سراج‌الدین آقا جان دعا کنه این اینجا کس مربوط به حوزه اول امنیتی است حوزه اول امنیتی کابل است دیگه بله میگه بیا بریم شودا خط پنجه شاه این پشت سرش از این که از خوجه صفاست 14 سال است که وطن سر وطنه که ما را جوری کردن خارجی ها مگم خوشبختانه که در افغانستان شکست خوردن یار بیکسا خدا جل جلاله است میگه گر ندانی غیرت افغانی هم گر به میدان آمدی میدانی هم حالا در آمده ما شار سخی سیب داریم خلقه مبارک به قندهار داریم با طالبا بسیار ترحم کنین به طالبا تحمل کنین طالبا قرآن در بغلشون است مرگ عالم است من کی سخنا را برات میگم بچه یک کاتب بچه یک سرکاتب بچه یک مدیر بچه یک رئیس آدم هستم نواسه ملادین محمد خان لوگری است قاف الف متنون قرآن بیا در مکتب قرآن که اسرار جهان بینی قول نداف از قول ادیجان قول پنجه شاه او پایان زیارت ها است تلخانش در دروازه لندن بند است فهمیدی؟ شما دینتان دین یک از قرآن در بغل ما هست و هر کس که بخواید طالبا امیر صلح جهان است مردم به خاطر او گرفته اینجا میگید منافی از یاو بگوید منافی یاو تو را میگم خدا که به تنه میگه بچه کیستی اینجا شفاخانه است شفاخانهش اینجاست مجاهد سیکو کامریت باش چی مفتی این مجاهد شفاخانهش است فهمیدی؟ اینمه که جای خود خوجه خود صاحب به من نشان داده این شفاخانهش است او جای شیشتنش است او جای شیشتن است ملنگ از یاز کنرای زیبای افغانستان است سیجهان آقا نام داره سیجان آقا نام داره در آنهو دوپیان پروان است میگه گر آجد بدلداری سرخیز که پیر رهنما در اوپیان است شمالی جان چطور شهر کلان است در بالای سرش پیر گران است میگه گر خواهی که آبی فیض ایشان بکن خدمت به خواجه میر سید جان جناب خواجه میر سید آقا قلندر کس 135 سال عمر داره 35 سال از این در امرکوی طالقان تیر کرده فهمیدی؟ شما لطف خدا شده که پیر رهنما در روپیان است ما شما چند نفر هستیم؟ سه و هفت با خضر جان آقا 8 میشیم 786 نمره را در جهان اسلام کمایی کرده طالبا وارثای شهید است این یک پایه دو پایه دو تن که گفتم شهید شده در داخل چشمه خودش هم شهید شده بسنگا زدن تنین جا نجا بجا میگه من دیدیمش میگه چی میگه اون که از کام زمان از وایی از کام زمان میگه من دیدیم میگه ببینه دیگه ملنگش از در پاشت بیار عکسش نشان بده پیش بیدردان گریبان پاره کردن مشکل است میگه یک لکسکر تو را من در جبه پیش میدارم مطال تحمل تو را کردم ما بچه یک دیگی سازم هستم این یکی که خدا که پیشتر مش پراندیم 4 پیر حاضر خواجه سیاران ولیست یار 4م پیغمبر ما در افغانستان است طالبا شکست نداره طالبا کمک خدا بندها داره وارثای شهید هست شهید طالب به دروازه سخی وادار از برات میگه دشمن پتاده در قدمتان خوار ناتوان شما این طالبا وارثای شهید هست طالبا اسنادش بسیار بالاست دیگه خدا باید کمک کنه کامرمه اداره براتون نات بخوام بخوانه خود میگه اگر چی سیاستیم کمی خلنیستیم اگر چی سیاستیم
کمی خلنیستیم با فکر نبیستیم با فکر نبیستیم صلی الله علیه و سلم اگر چی هستیم اگر چی هستیم ملنگ علیستیم اگر چی هستیم ملنگ علیستیم میگه در آن وقتی که درویشان شراب شوق می نوشد بیاید خطر پیغمبر شود ساقی درویشان در درویشی درویشان محمد فقر می دارد صلی الله علیه و سلم خدا حاضر بود آنجا در آن مجلس درویشان گر من بالا کنم دست دعا با صدق صفا از آشیانه عرش ورده مرغامین بکشی ما بنده پرگناهیم ما بنده پرگناهیم تو دریای رحمتی جایی که فضل توست تو چی باشد گناه ما او را که جای نیست و جان جمله جای اوست درویش و هر کجا که شب آمد سرای اوست بی خانمان که هیچ ندارن بجز خدا او را گدا مگو که سلطان گدای اوست خداوند مشکلتون حل کنه نالت دکه بکن کاکا اینی او